با پس فرآمدن حرارت هوا و بارشات برف، مسئولین اداره نگهداری راههای اتومبیلگرد ناحیه دیوشتیج نوبتداری شبانه‌روزی را پرزور نموده از ذخیره‌های مواد ضد لغزش امروز استفاده می‌برند. کارمندان مؤسسه در راههای اساسی با استفاده از امکانات، تجربه و تکنیک موادی در اختیار داشتهشان را برای تامین بی‌خطری راهها ثمرناک استفاده می‌نمایند. تازه نمودن راهها از برف و کارکرد آنها با مواد ضد لغزش منتظم به راه مانده شده. برای حرکت نقلیات در راههای ناحیه دیوشتیج شرایطی مساعد فراهم آورده می‌شود با مقصد تامین خدمات رسانی با صفت به اهالی در بیمارخانه‌ها و مرکزهای سلامتی ناحیه دیوشتیج نیز تدبیرهای ضروری اندیشیده شدند. پیش از همه تامین گرمی معتدل اتاق‌ها، شعبه‌ها و قبولگاه در بیمارخانه مرکزی ناحیه به راه مانده شده است تا بیماران و کارمندان ساحه طب در شرایط مساعد فعالیت نمایند. گرمی معتدل در حجره‌های طبابتی یکی از شرط‌های اساسی فراهم آوردن محیط سالم و بی‌خطر برای بیماران به شمار می‌رود. ساکنی دهه بسمنده ناحیه دیوشتیج نگار شریف و امروز در این بیمارخانه طبابت می‌گیرد و از شرایط‌های مهیا گردیده چنین ابراز اندیشه نمود. ما امروز به بیمارخانه بستری شدیم. بیرون خیلی برف خنک، لیکن شرایط پلاته ها خیلی نغز مهیا، گرم پلاته ها، تازگی رعایت میکنن. دکترها نغز نظاره کرده ایستادن. سالهای آخر در ناحیه دیوشتیج ساحه تندرستی زینه به زینه رشد یافته. در نتیجه توجه دولت و حکومت به این ساحه مهم، شرایط خدمات رسانی طبی به اهالی بهتر، امکانیت‌ها برای معالجه و پیشگیری بیماری‌ها وسیع شده‌اند. ارزی بسیار تجهیزات‌های طبی که داشتیم ما در دوران استقلالیت دیدیم. حاضر بیمارخانه با تمام تجهیزات‌های طبی معاصر تجهیزانده شده است. این هم برای با صفت و هم آسان گردنی کاری طبیبان به نهایت مساعدت کرد. ساحه تندرستی در مد نظری خصوصا پیشوای معظم ملت قرار دارند. از ماه سپتامبر 2026 با زیاد نمودن معاش کارمندان ساحه طب ما را وادار می‌سازد که برای سالم گردانی جامعه، برای باز هم پرثمر فعالیت نمودن، برای سزاوار پیشواز گرفتن جشن مقدس ملی 35 سالگی استقلال در تاجیکستان دوچند فعالیت کنیم. بنا به اطلاع مسئولین، بناهای مؤسسه‌های طبی در ناحیه مرحله به مرحله تعمیر و تجدید گردیده با تجهیزات معاصر صاحب تامین می‌شوند. اگر مجموعه مادر و کودک در بیمارخانه مرکزی ناحیه طریق سیستم متمرکزانده شده یگانه گرمیدهی در فصل سرما گرم کرده شود، دیگر شعبه‌ها طریق پیچ‌های بخاری گرم و برای طبابت بیماران مطابق کرده شده است. این همه به بلند برداشتن صفت خدمات رسانی طبی مساعدت می‌کند. مستان محیدی لازاده، فرهادی عبدالله، اخبار.